اتو هولد چیه؟ خیلی ساده بگم یعنی نگهدارنده ترمز. فقط هم این آپشن تو ماشین های دنده اتومات است. حالا کارش چیه؟ وقتی که شما پشت چراغ قرمز یا توی ترافیک ماشینت کامل ایستاده، دیگه نیازی نداره پات رو روی ترمز نگهداری. وقتی اتو هولدت رو فعال میکنی، سیستم ماشینت به صورت خودکار ترمزها رو درگیر نگه میداره. حالا نحوه استفادهش چیه؟ اینجا رو نگاه کن. من الان اینجا میخوام ایست کامل بکنم و اتو هولد رو فعال بکنم. خب الان ایستادیم، ایست کامل. وقتی اتو هولد فعال میشه، ببین اون دکمه سبز الان اونجا روشنه. من الان پام روی ترمزه. خب پامو رو ترمز برداشتم، دنده رو درایو، ولی ماشین بی حرکته و حرکتی نمیکنه. با هر بار ایستادن این اتفاق برای ماشین شما میفته وقتی اتو هولد رو فعال میکنی. ببین حالا میخوام حرکت کنم، گاز میدم، اتو هولد غیر فعال شد. حالا دوباره ترمز میکنم، ببین دوباره دکمه سبز روشن شد، من پامو رو ترمز برداشتم و ماشین همچنان تو درایو. این آپشن اتو هولده. این پست رو بفرست برای اون دوستات که آپشن اتو هولد رو نمیدونن. ما هم دنبال کن، تو صفحمون کلی از این نکته‌های باحال داریم.